بینندگان گرامی، اگر شرایط زندگیتان پسندتان باشد، اما یگان جایی را بینید که اگر رفته در آنجا بخوانید و آن به شما کمک کند، پس نترسید. روید و حتما خوانید. این از ماندن در سطح عادی زندگی بهتر است. چندین بار بهتر است. من همین خیل کردم. خودم همین خیل کردم. دانش با شما خواهد ماند تمام عمر. دانش کهنه نمی شود. مهلتش گذشته ویران نمی شود. و از همه عجیبش همیشه با تو خواهد بود. در همه جا. اما به هر جای نالازم هم پی هم رفتن در کار نیست. دولت همین خیل گفت، پس ممکن است گفته رفته پی هم قرض نگیرید. بعد به هر جای در کار نروید. این خیل کردن در کار نیست. تنها به آن جایی روید که برای به هدفتان رسیدن یاری میکند و تمام. آدمان برای چی قرض میگیرند؟ برای آن که ندارند. برای چی ندارند؟ پس قابلیت پول کار کردن ندارند. پس ارزش‌هایشان کم ثمر می‌آورند. ایجاد یگان خیل ارزش‌ها را آموختن در کار و به فروش آن ارزش‌ها رو آوردن در کار. تمام. آدمانی را یافتن در کار که به آنها این ارزش‌ها لازمند و بیشتر فروختن در کار. فرمول چنین است: خود را بساز. بازار خود را بساز و آن را کلانتر کن. تمام. مثال، خودت را خودت پیش بر. آدمانی را بیجو که تو را پیش میبرند و گروهی هم را شو که تو را پیش میبرد